استميتوا هبوا الجحيم اضطراما واطلبوا الموت في سبيل همت باید مثل همت پیامبر صلی الله علیه و سلم. ای بس که شما گوش بدید. الله صلی الله علیه و سلم بکمشین عظیمین اقرنین املحین اسمنین اثمنین هش بس با تعقیب عقل داری. پیامبر صلی الله علیه و سلم قربانی کردن، ابوبکر قربانی کردن، عمر قربانی کردن، مسلمانان قربانی کردن. جواب دادن. کنکریت جواب دادن. بعضی دونسته ایستاده و بعضی سوال جواب نمیدن. من دونسته ایستاده به سوال جوابی خاص نمیدهم. گاه دونسته ایستاده به دیگر طرف میرم. حرکت کنید، سری پیش بگذارید. در جنگ هم، در نماز هم، در خیر و سخاوت هم، اگر توانید که یگان کس از شما به نزد الله تعالی پیش گذشته نتواند، همه آدم شوید. الله من انفسکم خیرا. از خودتون الله تعالی نیکی نشان دهید. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. علیکم السلام و رحمت الله. Domlo So'rov, salomatim nafs tinch. الحمدلله. Ba xotiri Alloh shoma va ehtirom mekunیم domlo. Benihoyat xursandیم ki با شما پیوست شدیم. خیر، سوال داریم. اوید قربانی domlo. تمام. همین سال نیت کردیم که قربانی کنیم. و پدر سوم روی کردیم که قربانی کنند. نه که از نام ما نیو، از نام خدا شما. شما گفته بودید که از سخنهای شما فهمیدیم که تمام مالی که ما داریم از آن پدرامون هست. این سومی که من برای پدر روی کردم، این سومی پدر شده میتونه؟ شما با پدرتان در یک اویل زندگی میکنید، یعنی زن و فرزنداتون و پدر و مادرتان دیگاتون یک است. دیگ یک domlo. بله. فرزنداتون هم در پیش پدرتان هستن؟ بله بله. اویل یک باشد، یک قربانی میکنتون از نام همه. اون سخنی که گفتید و حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. انت و مالک لابیک، تو و پول و مالهات هم از آن پدرت هست. لیکن مادامی که اویلتون یک باشد، یک قربانی برای یک اویل کفایه هست. یعنی یک تکی کردید از گردن همه ساقط میشد. همه شرط های قربانی رو پیش از قربانی باید کی اجرا کند؟ من یا که پدر یا که مادر یا که برادرم؟ اگر حاضر اساساً یعنی که پول و مال همش از آن شما باشد، شما سردار عائله حساب میشید. پدرتون الکی به نفقه شما محتاج باشن، مثلا پدرتون دیگه کار نمیکنن، پدرتون الکی نفقه شما که زندگی میکرده باشن و شما رئیس خانواده، اما احکام قربانی همش بر ذمه شما هست. مثلا حدیثی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر دهه اول در آید و کدام آدمی که از بین شما قربانی میکرده باشد ناخن نگیرد، موی نگیرد گفتن. همین حدیث شما و داخلش است، چون که شما هم صاحب مال هم صاحب عائله شما هستید الکی. بله. نه پدر من ممکن پول پدر من اونجا باشه. من نمیدونم، آدم گپ نمیزنه، ممکن باشه. به هر حال شما کلام. برادر شهرزاد فرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دومو دوستی سوال داشتم. حاضر میاد برادر مثلا این قربانی سوال دادم. من یک چیز رو فهمیده هستم که همین وقتی قرضدار باشی انا قربانی کردن درست است نه؟ قرضدار کن چه خیلی قرضدار دیده میشد. مثلا یک آدم $100,000 مثلا، لیکن $900,000 دیگه با پول دارد. قرض همه وقت قرضدار از بعضی تاجرها، برای اون که بارا به نسیه میگیرد. یعنی که مفتی فریب میتید. مفتی به معنی آدمی که فتوا میتید، به سوال و جواب میده و فریب میتید. چه من قرضدار هستم کنم یا نکنم؟ گفتگر نه، قرضدار باشی نکن. مراد مفتی این که واقعا یعنی از صفر پایان باشی. بازی ممکن شاید آدمی یگان تاجری قرضدار نباشد، میلیونر است لیکن قرض دارد، $500,000 قرض دارد یا قرض دارد، یا بگذار $2 میلیون قرض دارد، $1 میلیون بار. مثلا اگر قرضاش صاف کند با $1 میلیون بار دارد، یعنی $3 میلیون بار دارد لیکن $2 میلیون قرض دارد. خب این گوسپند $100 است یا $200 و نخواد که همینه میپرسد. مثال یعنی که قرضدار این کلمه یعنی که مجمل است. ها یک آدم یگان تین پول ندارد، بر زمین با $1,000 قرض دارد.
آیا قربانی میکنن؟ نمیکنه. قربانی برای آدم واجب است که برای قربانی کردن قدرت دارد. یعنی برای کشتن یک گوسفند یا بز قدرت دارد و یعنی که قرضدار نیست. اما اگر قرضدار باشد لیکن به قرضش وفا دارد، مثلا 1 تن بار دارد، این بارهاش آخری ماهی مثلا یا که در ابتدای ماهی ایون فروخته میشد، پول نقد ماهی ایون میشد، لیکن قربانی روزی 25 یا 27 یا 26 می میشد. مثلا عینی همون روز پول ندارد، حاضر قرضدار است لیکن بار دارد، یا مزدش میگیرد روز 1 ایون میگیرد، مزد میگیرد $2000 oylik میگیرد، قربانی $200 است مثلا. ها اینا کند، قربانی قرض گیرد کند. برای چی؟ برای اینکه وفا دارد. حتی لیکن واجب نیست، میگم بعضی علما، مادامی که قرضدار باشد واجب نیست. لیکن یک آدم گوید که من به این دستور شریعت عمل میکنم، حتی قرض گرفته باشدم این کارا میکنم، گوید یقین باوری ایمان دارد که الله تعالی عوضی نگ میدهد، کند. چون که الله تعالی حتما این آدم یعنی که دستگیری میکند، دعاش اجابت میکند. کوشش کنید برادرها به همه دستورهای الله تعالی عمل کنید، ناترس شوید، بخیلی دور کنید. من این دهه اول آمده ایستاده است، نیت کنید برادرها، یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اگر الله تعالی در قلب شما نیکی را بیند، نیکی میدهد. نیت کنید، اون کوشش کنید. مثلا برادر و خواهرها قربانی کردنی نیستن امسال، پرسید خویش و تبارای قربانی میکنید؟ اون نه نمیکنیم. گفت چرا؟ خیلی مشکلی داریم. مشکلی داشته است، دستگیری کنید، حرکت کنید. مثال برای خویش و تبارای نزدیک گوسفند خریدید تا اینکه اونها هم قربانی کنند. گوسفندی که قربانی کردنش اجازت است، گوسفندای تاجیکستان باشد 6 ماه بالا باشد میشد. گوسفندای تاجیکستان شاید در دنیا بهترین گوسفندا باشد. مقصدم این گوسفندای تاجیکستان و قرقیز و اطرافاده، گوسفندای معتدلی تاجیکستان 50 کیلوگرم گوشت میکنه. یعنی شرط نه آدمی که هم بغل هم 50 کیلوگرم گوشت میکرده که شد، چون که وای قیمت است، $500 زاید است، قریب $1000 است گوسفند آز در تاجیکستان. در اروپا قربانی کردن آسان‌تر از تاجیکستان. 150 یورو 200 یورو قربانی کرده میشه، دیگه این گوسفندا بیچاره 9 کیلو 8 کیلو گوشت میکنه. لیکن مثلا کمبغلا باشن در تاجیکستان، دستگیری کنیدون تا اینکه وعی‌های هم قربانی کند. اقلا بوز باید 1 ساله باشد. بوزی 1 ساله پایان 11 ماهه یا 30 روزه یا 29 روزه هم نمیشد. حتما بوز باید 1 ساله شده 1 روز گذشته باشد. بوزان کم گوشت دارن، یعنی بوزی کم گوشت ممکن یافتن، یعنی عصبی که کم گوشت است ارزان است. اقلا همین 1 بوز قربانی کردن نیت کنید هم برادرها و خواهرها. وقتی که قربانی میکنید شما عبادت الله تعالی رو اجرا کردید، به خاطر الله خون ریختید، بسم الله الله اکبر، سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو اجرا کردید. و همین گونه این عبادتی بزرگ است. دهانتان را بعد نماز عیدی قربان با گوشتی قربانی میکشایید، همراهی اهل و عائله و خویش و تبار و همسایه و فرزندان. هر کتی از عید آمده جیزبیز گوشت گوسفند، روغن دنبه، یک خرسندی. این چون یک قسمتش با من دختراتان، خواهراتان، همسایه ها، یار و دوستا 1 کیلو 2 کیلو برده خیر میکنید. این یه لحظت های دارد که حرکت کنیدان. کسی پولدار است همون خویش و تباراش بیم یاری کنیدان که گوسفند کشد. اونهایم گوسفند نتاند بوز کشد. اقلا این بوزای ارزان باشه در تاجیکستان خیلی اقلا بوز کشیدن. در من دیگه کشورها گوسفندا
هر نمودی گوسفند است، مثلا گوسفند 2 ساله باشه موقع 8 کیلو گوشت میکنه یا 10 کیلو گوشت میکنه آخر. بعضی بوزای دیدم بوزای 1 ساله 5 کیلو گوشتی تازه کرد، یعنی همه چیزاش کل و پاهاش گرفته پرتافته، همین گوسفندی تازه معده کرده در ترازو مونیم 5 کیلو گوشت کرد. یعنی در این حالت آسان تر است. به هر حال کوشش کنید تا کسی پول ندارد، کسی کم بغل تر است، اونهای دستگیری کنید تا دیگرها. و کدام آدمی که قدرتش دارید آخر بعضی ها تان یک کاندیشنر خریدنی شویتون یا یک ماشین جامشویی خریدنی شویتون از هیچ کس نپرسیده رفته کردیت بمیگیریتون و این یک قربانی به خاطر الله تعالی حرکت کرده پول مرارده کنیتون، همونو با کی میخوره؟ خودتون خورید. بگذارم این مثلا 20 کیلو گوشت کرد، این 20 کیلو گوشت همش 19 کیلوش خودتون خورید، 1 کیلوش خیر کنیدم به جا بیاد. اگر رفت و همین بسیار سختی کنید و 1 گرم خیر نکنیدم همش خودتون خوریدم مایلی اخیره قربانی کردید، شما خون براردید بسم الله الله اکبر گفته بعد نماز عید آمده پیروی به پیغمبرتون کردید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز عیدی قربان 2 گوسفند میخریدن، 2 گوسفندی ضحى رسول الله صلی الله علیه و سلم بکبشین عظیمین عقرنین املحین اسمنین اثمنین. 8 وصف دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 گوسفند میخریدن روز عید قربان، 2 گوسفندی کبشین قچقار، یعنی قچ نارینه، ماده هم جایز است لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم قچقار میخدن. اقرنینی شاخدارشه، به شاخش هم اجازت است، طبیعتا شاخ نداره، شاخ شکستگی نباشد نکید، یا شاخدار یا به شاخ، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم شاخدار. املحینی رنگش سفیدش میخریدن، عظیمینی بزرگ، حجمش کلان، استخوناش کلان. املحینی سرگوشت، اثمنینی فربه، موجوعینی اخته کرده شده، اسمنینی قیمت. پیشی بازو رو میخریدن صلوات الله و سلامه علیه. بعد هر دوشم خودشان قربانی میکردن، میگفتن که هذا عن محمد و عن آل محمد صلی الله علیه و سلم، این از نام محمد است و از نام آیله محمد است صلی الله علیه و سلم. 8 زنبه 9 زنبه همش به کفایه. اگر یک پیامبر اسلام خاصتا هم آخری حیاتشون 9 زن داشتن، این خاص برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. مثلا اگر مردی 4 زنه باشد، فرض کنیم 4 زن داره، از 4 تا بچهش با 4 زنه چهارتگی فرزند 16 تا عائله دارد، 16 کس است در یک عائله. خودش کدی 17 کس، پدر و مادرش کدی 18 کس مثلا، یا نبیره های هم دارد 25 کس 30 کس. یک گوسفند کفایه. هذا عن محمد و عن آل محمد، این از نام محمد است و از نام عائله محمد. و دویم گوسفند وقتی که میموندن میگفتن که اللهم هذا عن محمد و عن امت محمد ممن لم یضحی من امت محمد صلی الله علیه و سلم. بسم الله الله اکبر، اینش از نام محمد است و از نام اون امت محمد است که امکانیتی قربانی کردن ندارد، پول ندارد، مال ندارد. از نام امت محمدی که برای قربانی کردن امکانیت ندارد تا روز قیامت. یعنی اونهایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندیده است، اما اونهایی که در مدینه زندگی میکردند و امکانیت قربانی کردن نداشتند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همه آنها گوسفند خریده میدادند پیش از این. بنابراین امام بخاری گفتند که باب درباره این که پادشاه باید برای کمبغل های خلقش گوسفند دهد پیش از عید قربان تا اینکه آنها هم قربانی کنند. و بعض علما در شرح این حدیث گفتند که هر یک امیر و راهبری خلیفه و جاینشینی مسلمان ها، یعنی امیرها پادشاه های مسلمان ها، باید برای کمبغل ها گوسفند هدیه کنند تا اینکه آنها هم روز عید قربانی مثل بای ها قربانی کنند و مثل بای ها خیر کنند و مثل بای ها هدیه دهند و مثل بای ها گوشت خورند. فقط بیچاره ها گوشت قبول کرده دعا کرده نشینه، 1 کیلو این آورده میتید، 1 کیلو این آورده میده، رحمت بده نشینه، نو خداشون هم گوسفند شه. همت باید مثل همتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شه.
ای بس که شما گوش پدرکه کنید، شما باید گوسفندی بتون پدرکه کنید، هدیه کنید برای مردم بیچاره مسلمان. بله بله شهزاده بفرمایید. امیر قربانی هم اگر که مثلا با یگان برادر یک گوسفند رو مثلا دو کسا قربانی کنیم ممکن است یا که نه؟ نه برادر، گوسفند یا بوز تقسیم نمیشد، یعنی دو کس یک جای شده کرده نمیتوند. اما گاو بله 2 کس 3 کس تا 7 کس حق دارید. شتر هم میخیل، یعنی تا 7 کس. بعضی ها تا 10 کس میگن و ضعیف است، چون که وای شتر برای قربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم از نام 7 کس کنید آموختن. اما گاه ها به جای یک شتر 10 گوسفند حساب میکردن و در دیگر چیزا در قربانی نه. این کسی قیاس کرد خطا قیاس کرده است. یعنی کسی شتر کشتنی باشد اقلا تا، یعنی میتوند 7 کس جمع شود، 60 کس شود هم مایلش، 5 کس شود هم مایل، 1 کس شود هم مایلش. می یک شتر را 7 کس حق دارد سهم گذارد. مثلا یک شتر $3000 باشد، 7 کس تقسیم کرده پول پرداخته میخرد قربانی میکند. لیکن پیغمبرتون صلی الله علیه و سلم وقتی که حج کردند حق داشتن که مثلا 7 یکی شتر کنن، یعنی به یک شتر 7 کس پول میپرداد، 7 یکش از آن شماست. یعنی 7 یک کنید می حج و عمره که کردید درست میشد یک قربانی. 7 یکی شتر یک گوسفند است، یعنی یک قربانی حساب شد. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم چند شتر کشتن؟ 100 شتر صلوات الله و سلام علیه، یعنی از نام 700 کس، یعنی حق 700 کس کردن. از این 100 شتر 63 تاش به دست مبارکشان خودشان قربانی کردن، 37 دیگه باقی موندهش به حضرت علی وکالت سپاریدن رضی الله عنه. این همت از پیغمبرتون یاد گیرید صلوات الله و سلام علیه. بله گاو هم 7 کس، یعنی گاو هم 7 کس میتونه، 2 کس هم شوید میشد، 3 کس هم شوید میشد. اونایی که مثلا این مسئله هم گفته گذاریم، چون که پگاه روزی شنبه است، در بسیاری جاها بازار میشد، روزی یک شنبه بازار است، خریدنی باشید گوسفند از 6 ماه بالا باشد، بوز از 1 ساله بالا باشد. گوسفند هم اگر از 1 ساله بالا باشد با بهتر برای از خلاف برآمدن. لیکن گوسفندای تاجیکستان خاصتاً گوسفندای اروپا نه، گوسفندای تاجیکستان 6 ماه بالاشه مایلش، برای اونکه گوسفندای تاجیکستان دنبه‌دار است. باور کنید 6 ماهه تاجیکستان از 2 ساله دیگه جاها شاید کلام باشد. برای همین خاص برای تاجیکستان است. بچه‌هایی که مثلا در اطراف دنیا هستید برای شما داخل نداره. شما حرکت کنید گوسفند 1 ساله، بوز 1 ساله، گاو باشد گاوی 2 ساله، یعنی 2 سال پوره شده گذشتگی باشد، 1 روز اقلا گذشته باشد. اینا میدونه تمام چی ها متخصصای حیوانات از دندانهاش از دیگر علامتاش سن و سالش معین میکنند و حرام است فروختنی حیواناتی که سزاوار قربانی نیست بازار ببرد فریب داده نبرد. کسانی که مال میفروشتن ایامی من قربانی و بازار میبرد میدونید که مردم قربانی و میخرد مالی مناسب برارید، یعنی گاوی که از 2 سال بزرگ است، این چونین شاخش شکستگی، دومش بریدگی، گوشش از 3 یکش زیادش نیست باشد نمیشد واهای قربانی کرده. پچکش شکستگی یا چشمش بینا کسل نباشد، دیوانه نباشد، فهمیدید؟ یعنی مکمل باشد. گوشش کمک بریدگی باشد هیچ گپ نه. 3 یکی گوشش یعنی از 3 دو 66% گوشش در جاش باشد اقلا. از 3 یک کمترش یعنی 25% 20%ش نباشد معله هیچ گفته ندارد گوشش. یا بریدگی باشد در جاش ایستاده سونه که بریدگی هیچ گپ نمیشد قربانی کردن. یعنی بوز گوسفند 1 ساله بالا، گاو 2 ساله بالا. ای شطور کن من کسانی که در قزاقستان است یا حتی در کانی بودم هم شطور بود، آدم آمده خریده روزی عید قربانی کنه بودن. خیانایی که شطور داره در کشورهای عرب زندگی میکنه شطور کشتنی باشن 7 کس
شتر 5 ساله بالا باشد باید. 4 ساله و 11 ماهش نمیشد. شتر 5 ساله بالا، گاو 2 ساله بالا، بز و گوسفند 1 ساله بالا یه خریتون. مادینه باشد اجازت است. اخته کرده اجازت است. بلکه اخته کردگیش نقض است. پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوصا اخته کردگیش میگرفتن که گوشتش هم خوشمزه، هم بیبو، هم فربه، هم سر روغم. برای همین یعنی اخته کردگیش با خوبتر نباشد. سال یک آدم سالق به زورش میرسد، ارزانتر. هیچ گپی ندارد. مهم سالم باشد و از 1 سال گذشته باشد. بله. این نوارای گرفته بریده مانتون در مسئله و در دیگر شبکه ها همین روز خودش حتما تا اینکه مردم از احکام قربانی و از احکام دهه با خبر شوند. ولی استاد درباره قربانی گفتین، یه نفر در چت خواهش کرده که از استاد پرسین که آیا عقیقه را به قربانی یک نیت کرده میشد؟ نه، عقیقه الهیده است. درباره عقیقه من نیت کردم همین در بین همین 15 روز یک روزش درباره عقیقه بخشم. برای چی؟ برای آنکه عقیقه هم قربانی هست. قربانی یعنی کلمه قربون گرفته شدگی. قربون کلمه عربی، نزدیک شوی به الله تعالی. این خونها، خون عقیقه، خون قربانی، خون هدی که به مکه کشته میشد و اون حاجی ها قربانی که میکنند، اینو همش قربانی هست. یعنی با مقصدی نزدیک شدن به الله تعالی مالی مخصوص با وجهی مخصوص ذبح کرده میشه، با نیتی نزدیک شدن به الله خالصا لله. اینا قربانی هست. مثلا اسب قربانی کرده نمیشد، گورخر حلال است نمیشد، خری وحشی، خری زبر هست کو آهو نمیشد، مثال حتی بوزی کوهی هم نمیشد، بوزی خانگی شود باید. اینو چیزایی که مقصد شکاری هست، آهوها یا شترمرغ. شترمرغ ما 300 کیلو گوشت میکنه، حضرت این گوسفندش ما 10 کیلو گودم نمیشد. شترمرغ یعنی قربانی کرده نمیشه در این ایام. هم تو مثلا شترمرغ برای ثواب اگر کشته خیر کنید به مسلمان ها ثواب میگیرید، لیکن قربانی از شما ساقط نمیشه. قربانی مالی مخصوص، یعنی گوسفند و بز اینا یک جنس هستند. گاو هم گاو دخیل میشه، گوسفند هم دخیل، شتر هم دخیل. شتر دخیل به معنی شتر یک سنمه که در دیار گرم در عربستان و این میشد. شتوری 2 سنمه که من در قزاقستان و این طرف هست، ترکمنستان، اینا شتورای 2 سنمه. هر دو شتور هم اجازت است، یعنی 1 سنمش هم 2 سنمش هم. گاو هم دخیل میشد، گاوی عادی و گاوی گاومش، همون گاوای قطس میگن، گاوایی که سنم دارد پشتش. هر دوش هم اجازت است. گوسفند هم دخیل میشد، یعنی گوسفند و بز از جنسی گوسفند است. همین حیوانات میشه. فقط دیگر خیلی حیوانات در قربانی نمیشد برادرای عزیز. مرغ و شترمرغ و مثلا اسب و اینا نمیشه. بله جزاکم الله خیر. سوال چی بود؟ سوال با جواب دادیم؟ بله استاد، در مسئله عقیقه و قربانی بیانیت عقیقه الهیده کنید تو یک تیر دیل انشاءالله اینجا کار رو میرد. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه فامیلیتون نداره، این دوستا خوبتر است. خب استاد الله جزای خیرتون که خوبی دنیا خاطر نصیب کنه. سوال یکم استاد روز دارم برای قربانی گفتن. ما در خارجیم پدر ایسون ترش قربانی کردسته ما را مایده سر شدن نخون و قشم بدن و چی نکنیم استاد. یک اویله پدران سردار اویله. بله پدر قربانی میکنه. بله تمام. پدر به این فرمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم متعلق به وی است، به راهبری خانه است، به آدمی که قربانی میکنه، به وکیل. بله نفری که به نام کالی آوریچته بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد عزیز. علیکم السلام. استاد جان چند سوال داشتیم می‌خواستیم از شما بپرسیم اگر اجازه باشه. استاد من در یکی از شهرهای غریبی طالب‌علم هستم و یک روز خواستم که به یک مسافری که بگیم که با اسوهاش بود
میخواستم صدقه کنم و در یادم زد که شما گفتین که ایتنی برادرتون میتونه که صدقه کنین. ما ایتنی پیامبر بگیم که یکی همه خیلی نیت مرا همین نیتی مو درست باشه استاد. از تنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجت ندارد، این حاصلی محصول است. یعنی این حاجت ندارد برای آنکه ما هر یک کاری که میکنیم، هر یک خس همین مسجد گرام میپرتاییم یا یک سنگ از کوچه گرام میپرتاییم یا هر یک باری که بسم الله گفته تمام میخوریم، هر یک کاری خیری که میکنیم ثوابش به طریق اتوماتیک علی هزارها کرات زیاد شده به پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرود. چون که اون هر یک قربانی که در عالم کرده میشد کی فرمان داد، کی سفارش داد، کی اینو به مردم ترغیب کرد؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. هر یک عملی که میکنید ثوابش خواهید نخواهید به پیغمبر صلی الله علیه وسلم میره. یعنی حاصلی محصول است، این خیلی نمیشه. لیکن از نام یک عالم مایلش، مثلا من یک عالم ترجمه حالش خواندم، این عالم بسیار حج کرده بوده است، بسیار 60 بار زاید حج کردگی، یک بار به نام خودش حج کردگی، باقی موندهش همش از نام علمای حج کرده است که ما حج نکرده بودیم در دنیا، مانند قاضی عیاض و کدام عالمی که حج نکرده باشه در حیاتش از نام همون عالمو حج کردیم. بله میتونید از نام عالمو قربانی کنید، لیکن از نام پیامبر صلی الله علیه و آله حاجت ندارد. آخر همین قدر دنیا هر یک عملی صالحی که در دنیا اجرا میشد و میلیارد فایزش کدی به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسه. فهمیدید؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وقتی پرسیده شدن که وقتی که درباره قربانی مردم ترغیب کردند، گفتن که ضحى رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابو بکر و عمر و المسلمون. پیغمبر صلی الله علیه و سلم قربانی کردند، حضرت ابو بکر قربانی کردند، حضرت عمر قربانی کردند رضی الله عنهم اجمعین، و مسلمان ها قربانی کردند. یک آدم پرسید که اواجبتون هی، همین قربانی واجب است یا سنت است؟ بعد حضرت به همین سوال جواب ندادن. گاه ما به سوال جواب نمیتیم و دیگر مسئله رو میگوییم. آدمو میگوید که سوال به مشخصا جواب نداد، میگونده این یعنی این اسلوب منهج بود، منهج علما هست. حتی یک قاعده هست: اذا كان السؤال خاصا والجواب عاما فالعبرة بعموم الجواب. میگن اگر سوال خاص باشد، یا آدم سوال خاص داد، یک مسئله پرسید لیکن جواب عام شد، یک آدم همین خلاصه نبرارد که به همون سوال جواب داد. فالعبرة بعموم الجواب، عبرت به عموم جواب است. من همین اسلوب هفته گذشته در پخش مستقیم استفاده کردم. یک آدم سوال هم خیلی داد، من جواب عام دادم. آدمو از جواب من سوالی همون خاص به استنباط کرده، من تنقید کرده، از خطا هست. اگر سوال خاص باشد جواب عام باشد، فالعبرة بعموم الجواب. این قاعده های نه من دانسته ایستاده به بعضی سوال ها جواب نمیدیم. من دانسته ایستاده به سوال جوابی خاص نمیدیم. گاها دانسته ایستاده به دیگر طرف میرم. این حالی بعضی شما بعضی برادرها شاید نمیفهمد، لیکن این اسلوب و این اسلوبی قرآن هست. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. چقدر سوالا هست که الله تعالی اومد که پیغمبر حالی آدم اومده تو رو در فلان باره میپرسد، تو این خلفت جواب دید، جواب دیگر چیز است، سوال دیگر چیز است. برای همین آدم هم حاضر پرسید است که سوال همین که واجب است یا سنت است. یعنی
این مسئله خلافی است، شاید پگاه یا دیگر صحبت ها مسئله قربانی یا حکمش بیان کنیم. یعنی واجب باشد حتما باید آدم اجرا کند، سنت باشه اجرا کند ثواب میگیرد، اجرا نکند ثواب نمیگیرد. واجبتون هی آیا قربانی کردن واجب است ای عبدالله ابو عبدالله، ای ابو عبدالرحمن؟ گفته وقتی که عبدالله ابن عمر پرسید، بعد ببینید جواب چه خیل دادن. ضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمر و المسلمون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قربانی کردن، ابو بکر قربانی کردن، عمر قربانی کردن، مسلمان ها قربانی کردن. با سوال داد سه مرتبه واجبتون هی، واجب است یا نه؟ بعد گفتن که اتعقیل، عقل داری؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم قربانی کردن، ابو بکر قربانی کردن، عمر قربانی کردن، مسلمان ها قربانی کردن. گفته جواب دادن. کنکریت نه جواب ته میگد بعضی ها، یعنی که واجب می سنت نه همین نگو. چون عبدالله ابن عمر کنکریت نه جواب داده نمیتونستن مگر؟ میتونستن. لیکن حمل الناس علی شریعه، مردم ترغیب کردن به شریعت، گاهی از سوال فتنه انگیز میدهد جواب عام میدهید، مصلحت آمیز. میگو به سوال جواب نداد، از سوال گریخت. از سوال گریخت برای اون که وای وظیفه شمی خلاص. شما وظیفه خودتون کنید. برای همین برادرای عزیز، یعنی که این اسلوب صحابه ها، اسلوب قرآن پیش از همه، اسلوب حدیث. حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که پرسیدن که یا رسول الله آیا از آب بحر طهارت کنیم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم ها طهارت کنید تا نگفتن والطهور ماؤه الحل میتته، بحر آبش پاک است. طهور، طاهرم نه، طهور خودش پاک است، با غیر خودش رو پاک میکند. یعنی فقط اون سوال به درباره طهارت بود، لیکن جواب ببینید چقدر سخاوتمندانه. یعنی غسل کنی هم میشد، استنجا کنی هم میشد، طهارت کنی هم میشد، لباس نجاست آلوده شویی هم میشد، مردت شویی هم میشد. او الطهور ما او و آبی پاک است. والحل میتته، حتی خود مرده هاش هم حلال است. هر چیزی که در بحر خودش مرده ماندگی باشدم، گوسفندی حلال، اگر گوسفند گوشتش حلال و پاک است، خودش مرده ماند و حرام میشه. لیکن ماهی اگر خودش مردگی باشدم حلال است. هو الطهور ماؤه والحل میت. چقدر سوال ها و جواب گفتن، یک جمله کوتاه. هم به سوال دهنده جواب دادند، لیکن بعضی بفهمون نمیفهمن، به سوال جواب نداد کو و جواب دادن. هو الطهور ماؤه والحل میتته، این آب پاک است، پاک، طاهر فی نفسه مطهر لغیره، خودش پاک است، دیگرها را هم پاک میکند. گپ یعنی که آب که طهور شد، حتما به طهارت آدم طهارت کند، پاک میشه، اگر چی شور باشدم. آب بحر شور است. یعنی خلاصه این اسلوب جواب دادن به سوال ها همش اصلی شرعی دارد. بله برادر. 2 ساعت شد. نه استاد، 1 ساعت 40 چند دقیقه. برای مسلم فرمایید برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد ان شاء الله که خوبین؟ الحمدلله. استاد ما هم یک دو سوال داشتیم. وقتی فکر تماشا کردن سیم سوالش هم پیدا شد، اگر ان شاء الله وقت داشته باشین که تو هر جواب بدین. مقصد شما سوال دادید پیشتر؟ نه استاد. یکم سوال سوال داشتیم گفتین که پیغمبر صلی الله علیه و آله اصلا امت هایی که نداشتن قربانی میکردن، آیا مسلمانان دادن همین حاجت بتونن که همین خیلی کار کنن، یا اینکه یک چند ده دین نبوده با یک کسب چند خوب تره؟ نه، از نام اونها شما نمیکنید، برده میتید، چون که این عبادت باید هر یک آدم خودش نیت کند. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون کس تمام امت در غم و فکری امت بودن، اون کس شارع هستن، یعنی شریعت در دستشون است. ما نمیتونیم این کارو کنیم. ما میتونیم فقط یک کار، فلانی تو قربانی میکنی؟ نه من نمیکنم. برای چی؟ شرایط ندارم. من کنم از نامی تو. مثلا وای بیچاره در غریبی از یا در همون جاش گوسفند یافتن قین است، مثلا من از نامی تو کنم میگوید آخای کن گود، اگر بعد نامش میکنید یعنی با اجازتش. اما این خیلی نیکی شما از نام همه کم بغلا نمیتونید بد کرده.
از نام یگان کمبغل کردنی باشید گوسفند خریدید خودش کند. بله فقط مسئله های چی قبول کنید تو؟ وقت کم است، 10 دقیقه 15 دقیقه وقت است. احکام قربانی باشد یا احکام دهه اول باشد یا حج باشد، حاجی ها مرحمت. بله برادر اسلام فرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد یک سوال داشتم. امی درباره قرضدار گفتین مقصد که من تقریبا تا 20,000 سوم قرضدارم. آیا من میتونم که مقصد که من همه قرضت چند 3 ماه 4 ماه داده میتونم همه 20,000 سوم یا 150,000 روسیه است دارم. بله قربانی کردن. قربانی کردن مقصد که میشه که قربانی کنیم. بله حرکت کنید تو از یگان کاری خیر نمانید تو نوترس شوید تو همه وقت یعنی در پیش روید. ما کمبغل ما بیچاره نه، دیگرها کردن تونستن، شما هم حرکت کنید، کوشش کنید، دعا کنید، غیرت کنید، انشالله پیش روید. یعنی پشت نزنید خودتون. لا یزال الرجل یتأخر حتی یؤخره الله عز وجل. یا آدم همه وقت دیر کردن میگرد خودش با عاقب رفتن میرد حتی الله تعالی و یا آدمی آخرین کرده میمونه. این حدیث یک وقتی استاد ما شیخ عبدالمحسن بچه سوالای بی معنی میداد. همه طالب علمو گفت که گپ درباره صفها بود. صفه باید اول صفی یکم پر کرده شود، بعد صفی دویم. صفی یکم جای خالگی نداشته باشد. باید اون وقتها عمره فقط آدم‌ها در رمضان میرفتن مسجد نبوی. میدونید چه خیلی کلان است اگر یک آدم در روی حولی مسجد نبوی باشد و قامت گفته شود اگر تا صفی پیش به عمدن 4 رکعت نماز تمام میشه. ابین در داخل مسجد فقط عربی که دی عمرتا میگذرد میبید که نماز تمام شد. صفی پیش تابستانند حاضر نه، حاضر تابستان و زمستان مسجد حرم پر است. بلکه نماز پیشین به ساعتی 10 عربی جا نمیشید. حاضر پیش میگم پیش زمانی ما میخوندگینده همون صفی پیش به نماز میشد. این بنگل و منگل و کارگرها روی حوالی و صف کشتی و تگای مگزینه ده نماز میخونه. گجان ده سایه باشد اگر کمتر. اون وقت این زانتیکانا بود. وقتی که شیخ درباره صف گپ میزدن این بچه سوال داد یک جزایری که شیخ گفت همون صفای پیش با آمده اقتدا کنیم میشد. شیخ به سوالش جواب ندادن. گفتن که قال علیه الصلاة والسلام لا یزال الرجل یتأخر حتی یؤخره الله عز وجل. یک آدم همه وقت دیر مونده میرد. همه جانده پسلیدنی آدم است. حتی الله تعالی و آدمی آخرین کرده میپتاد. حرکت کنید صفی پیش بگذارید. در جنگم، در نمازم، در خیر و سخاوتم اگر تانید که یگان کس از شما به نزد الله تعالی پیش گذشته نتواند همه آدم شوید. ارو الله من انفسکم خیرا. از خودتون الله تعالی نیکی نشان دید. حرکت کنید تا خاصتا من این در موسم خیری مسلمان ها. بله برادر.